سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام بینندگان دائمی ما، خواهران و برادران عزیز در هر کجای دنیا که باشد، پروردگار نگهبان یک و یک شما باشد. امروز باز سعی کردم در پخش مستقیم در سوال و جواب همراه شما باشم و به قدر توان به سوالهایی که در چت یوتیوب نوشتید انشاءالله جواب میگویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال یکم: در روسیه زنها را در بیمارخانه دختری مرد تولد میکناند، راضی نباشد هم مرد تولد میکناند، آیا گناهکار میشویم در همین حالت؟ عزیزان، مسئله معالجه کردن یا به نزد طبیب رفتن، البته اگر دختر زن باشد بهتر است، اما وقتی شما رفتید و دختر زن پیدا نشد و زنک دیگر نمیتواند با همشیره ها تولد کند، در اینجا حالت ضرورت میشود. حفظ جان انسان از ضرورت‌های پنجگانه است که در این وقت مثلا در نزد نامحرم باشد هم تولد کردنش جایز است. مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم از زنها همراه پیامبر و جنگ ها می رفتند تا اینکه بیماران را، دست پای بیماران را ببندند یا که به مدینه بیاورند. و حتی حضرت عایشه و حضرت فاطمه و ام عطیه و اینها هم همراه می رفتند. در این باره روایت در صحیح بخاری هست. برای همین بسیار خواهرانی که میگویند من مجبور شدم و مرد تولد کنانید، خواهرم شما خودتون این را طلب نکردید. حالت هایی هست که مثلا اگر تولد نباشدن، بعضی بیماری ها هست که متخصص فقط طبیب مرد هست و میدونیم که طبیب به یک زنی بیمار همچون یک با نظری شهوت نگاه نمی کند، او همچون یک اولاد نگاه میکند یا گفتیم یک بیمارش نگاه میکند که حتما الان باید از صحیح سلامتی او شود. و انشالله در این وقت مادامی که خودتان اختیار نکردید و دیگر راه برای طبیبی زن وجود نداشت، گناهکار نمیشوید. سوال دیگر: من فهمیدم که شوهرم با یک زن دیگر رابطه دارد. من یک زن خداترس هستم و نمیخواهم با مرد زندگی کنم که به زنا دست زده است. من فرزند هم دارم. آیا ممکن است شوهرم نماز هم نمیخواند؟ عجیب است که بعضی خواهرها، یعنی چی میگید، تمام گناه شوهر را تمام عمر صبر میکنند، بینمازیش را، عرق نوشیش رو، حرام خوریش رو، و دیگران ظلم کردنش رو، مال دیگران رو گرفتنش رو، همین که شوهرشان زن گرفت دیگر در این وقت نمی بخشیدنی می شوند. آیا شما برای خدا شده الان جدا می شوید یا برای شخصیت خودتان؟ اگر گفتید من برای خدا جدا می شوم، پس چرا با بینما زندگی کردید تا امروز بس فکرتان جدا شدن نآمد؟ همین که فهمیدید اونجا مسئله زنگیری هست یا گفتید مسئله رابطه با دیگر زن هست، در اینجا جدا شدنی شده. یعنی این مسئله تماما با دیگر رابطگی ندارد، چون که انسان بینماز گناهش از زناگر بدتر است در نزد تمام علما. در نزد جمهور علما شخص بینماز گناه بینمازیش از زنا کردن و عرق نوشیدن هم بدتر می باشد. سوال دیگر: السلام علیکم، الله از شما راضی باشه. من چند بار نویساندم، نوبت نرسید. انشاءالله امروز جوابم رو میگیرم. شخص در ماه سفر از دنیا گذشت، میگویند که ماهی خوبی نبوده است. عزیزان، یک جاهلیت هست. در زمان جاهلیت وقتی که یعنی ماه سفر می آمد، ماه سفر رو شوم می دیدن و در ماه سفر برابر آمدن و نکاح کردن و چند چیز را در جاهلیت فال بد می دانستن. حالا که ماها روزها یگان شعومی یا فال بد دیدن با ماه و با وقت، و مثلا در جای ما با وقتی نماز عصر هم همین گونه فال بد می بینند. در وقت نماز عصر کتاب خواندن ممکن نیست، در وقت نماز عصر به خانه جارو زدن ممکن نیست، یا روز سه شنبه مثلا لباس شستن ممکن نیست، سر شستن ممکن نیست، روز چهارشنبه چند کار دیگر کردن ممکن نیست. همه اینها از جاهلیت هست. در ما حدیث صحیح هست، پیامبر میگن لا عدوى ولا تیرة ولا حامة ولا سفر. فال بد نبینید که فلانی آمد به خانه کسلی آورد، یا اینکه گربه سیاه از پیشم گذشت و من امروز بدبختی می شود، یا اینکه پرنده مثلا پرنده شؤم میگوین یا فال بد میبینند که بوم اگر آمد و در خانه صدا برآور دیگر در اینجا بدبختی می شود، کسی میمیرد. ولی سفر و با ما این سفر هم پیامبر میگن فال بد نبینید. اینها همش از جاهلیت هست. ماها، روزها، وقتها به انسان یگان ضرر نمیرسانند.
و این چونین خیلی گفتم بعد از عصر این ممکن نیست، روز سه‌شنبه این ممکن نیست، روز چهارشنبه. همش از خرافات مردمی هست که یگان دلیل ندارد. آره ما روزهای بهترین داریم برای اجابت دعا، برای عبادت ها. روز جمعه مثلا روز عید هفته است، سید روزهای هفته است. ماه رمضان بهترین ماههای سال است. مثلا دهه ذوالحجه، روزها و سالهای ببخشید وقتها، ماهایی که برای عبادت ثوابها چند برابر نوشته می شود. اما فلان ماه آمد و ضرر می رسیده است، فلان وقت روز است، فلان روز هفته است که این کار ممکن نیست، اینش ممکن است. همش خرافات های بر دروغ است و 100% یقین کنید که همین روز و همین ساعت به شما بدبختی می آورد. حتی این شرک می شود. از شرک می شود که شما در روز و در ماه به خود خدای ساخته که گویا ضرر می رساند. سوال دیگر، یک لحظه. سلام اپا جان، من بسیار شبها مرده ها رو خوب می بینم، بسیاری وقت چیزها ما می گیرند می برند. اگر مرده رو خواب بینید و ترسید بدانید که از طرف شیطان است. در باره خواب پیشتر صحبت داشته بودیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اگر خوبی دیدید، خوابی که خیلی خرسند هستید، از آن خواب خوشحال برخستید، به یگان کسی که دوستش می‌دارید به او بگویید. اما خوبی بدی دیدید به یگان کس نگویید. مادامی که مرده ها رو خوب می‌بینید و می‌ترسید، در این وقت از خواب که برخستید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گویید، به طرف چپتان 3 بار صف کنید، دیگر هیچ چیز پروا نکنید. برای اون که بعضا شیطان از طریقه خوب انسان رو میترساند. خوابهای هر خیله میبینید، بعدا تمام روز شاید من امروز میمیرم، شاید یک بدبختی میآید گویان، در دلتان ترس و وهم است. خوابهای بد همش از طرف شیطان است که فقط او میخواهد با این رو شما رو بترساند. در این وقت هیچ پروایی نکنید. سوال دیگر، میخواستم فهمم آیا از خداوند بزرگ جنس فرزند را طلب کنی گناهکار هستی یا نه؟ اولا به ما خداوند فرزند سالم و صالح عطا کند پیشکی رحمت. جنس فرزند را طلب کردن گناهکار نمیشوید. اما خیلی که گفتید بعضا خیلی پسر میخواهیم، اما دخترهای هستند که جای 100 پسر را میگیرند. برای همین بهترینش این است که انسان فرزند صالح طلب کند. پسری که صالح نیست یا دختری که می آید و صالح نیست، از او فقط بدبختی و رنج و عذاب است. برای همین ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 دختر داشتند. 4 دختری که همیشه ذکرشان مدت 1400 سال باقی مانده است و الگو برای دیگران است. هیچ یک مرد مثل فاطمه رسول الله شده نمیتواند، مثل زینب محمد صلی الله علیه و سلم شده نمیتواند. برای همین پیش از همه طلب کنیم که پروردگار چه پسر و چه دختر فرزندان صالحی که از خودش میترسند، یعنی از الله میترسند، برای ما نصیب کند. چون فرزند اگر از الله بترسید او به کسی ظلم نمیکند، نه به پدر و مادر، نه به فرزند خودش، نه به دیگران. اما اینکه من 6 دختر دارم، 3 دختر دارم، 2 دختر دارم، پسر میخوام، گفته دعا کرده ان شاء الله گناهکار نمیشوید. چون که حضرت زکریا هم یریسونی و یریسو علی یعقوب گفته دعا کرده بودند که پروردگار به من پسر ده که میراثگیر من باشد و میراثگیر آل یعقوب باشد، یعنی به من پسر ده گفته دعا کرده بودن حضرت زکریا. به این گناهکار نمیشوید. اما پیش از همه طلب کنیم چه خیلی گفتیم فرزند صالح نصیب ما باشد. درباره نماز تحفه رسول و نماز اوابین میگفتید. نماز اوابین نماز ضحی هست. نماز ضحی، نماز چاش، نماز اوابین، اینها همش یک نماز اشراق، یک نماز هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث ام هانی هست در مکه خواندگی هستند و 2 رکعت فقط نماز همین اوابین جای تمام صدقه و خیر یک روزتون رو میگیرد. ثوابش به حد کلان است. یعنی نماز اوابین از نمازهای هست که حتی میگن بدبختی و بدبینی های خانه رو هم دور میکنند. بعضی علما همین نماز همیشه در خانه خوانده شود، اینقدر جنگ و جنجال هم زیاد نمی شود. نماز اوابین هست، حدیث صحیح دربارش هست، کمترینش 2 رکعت، زیادش تا 8 رکعت هست. اگر مثلا 4 رکعت خوانید، 2 رکعت خوانده سلام میدهید و 2 رکعت خوانده سلام میدهید. یگان دعای مخصوص ندارد، کدام سوره رو خواهید میخوانید. وقتش همین که آفتاب برآمد، بعد از آفتاب برآمدن تقریبا 1 متر میگوییم، یک قد نیزه بالا شدن آفتاب تا پیش و پیش پیشین است، تا 10 دقیقه 15 دقیقه پیش از پیشین است. تا همین وقت شما میتوانید نماز اوابین یا نماز ضحی، همون چاشت و همون اشراق است، یک نام همش،
همون رو بخوانید. 2 رکعت خوانید هم می شود، 4 رکعت خوانید هم می شود. خیلی گفتم یگان دعاهای مخصوص ندارد، مثل 2 رکعت نماز بامداد است. اما نماز تحفه رسول وجود ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یگان جا گفتگی نیستند که نماز تحفه رسول بعد از شام بخوانید ثوابش چی حاضر کلمه عجیب دارن شفاعت من برای شما واجب می شود. این گونه که وجود ندارد. نماز تحفه رسول از بدعت هایی هست که مردم از خود ساختند و حتی نماز باشد هم روزه باشد هم وقت پیامبر نگفتند و نکردند و از پیش خود میکنیم، این بدعت می شود و بدعت و جز گناه و گمراهی چیزی دیگر ندارد. کل محدثه بدعه و کل بدعت ضلاله میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم. هر یک چیزی که از پیش خود ساختید و گفتید و ثواب گفتید و بدعت است و هر یک بدعت گمراهی هست. یعنی نماز تحفه رسول عموما در شریعت یگان دلیل در نزد یگان مذهب وجود ندارد، اما اوابین نماز خیلی گفتم سنت و ثواب زیاد دارد. سوال دیگر: سلام علیکم، من زن هستم. من همیشه از الله طلب میکنم جانم رو در وقت سجده گیرد. گناهکار میشوم؟ گناهکار نمیشوید انشاءالله. این بهترین دعا هست. دعای حضرت یوسف است. حضرت یوسف دعا کردند که توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. پروردگارا جان مرا طوری بگیر که من مسلمان بمیرم، یعنی نگذار که من یکی بی ایمان از دنیا نروم. پیامبر میترسد که یکی از دین خارج نشود. یعنی چقدر انسان هایی که ایمان حقیقی دارند از تقلب قلب، یعنی دیگرگونی قلب میترسند. حضرت یوسف با آن پیامبری میگویند در سوره یوسف از توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. علنا دعای حضرت سلیمان هم هست: پروردگارا طور جانم را بگیر که من مسلمان بمیرم و مرا با انسان های نکوکار صالح پیوست بگردان. یعنی پس از مرگم من همراه صالحین نکوکاران بباشم. برای همین دعا کردن که در سجده مردن، یعنی در وقت عبادت مردن باشد و این یعنی بهترین دعا هست. اما یکی ریا باشد، همه بگویم که فلانی در سجده مرد، که یک مصیبت ما هست عزیزان. ما در وقت مردن و بعد از مرگ هم حتی ریا رو دوست می‌داریم. بگویم که مردم چقدر برای او دخترش گریه کرد، بگویم که چقدر معرکه‌اش کلان شد، بگویم که چقدر مرده خوش رو بود. اینها همش ریا است. مقصد از در سجده جان دادن مردم بگویم که فلانی در سجده مرده است باشه، ریای 100% است. اما مقصد با ایمان از دنیا رفتن باشد که به قلب‌های ما پروردگار با خبر است. این بهترین دعا هست. سوال دیگر: زن می تواند خودش تنها از غریبی به زیارت خانه الله رود، شوهرش راضی اما همراه نمی رود. درباره حج کردن، حج فریضه، عمره و حج فرض کردن به محرم در نزد جمهور علما در مذهب امام مالک و امام شافعی و بعضی از اکثر علمای معاصر، مادامی که راه امان هست و زنک هم سفر دارد، یعنی با یک گروه حاجی ها می رود و در راه برای او یگان فتنه و ضرر و خطر نیست، اجازه می دهند که فقط به حج فریضه برود، حتی راهی دراز باشد هم، حتی سفر از 3 روز 2 روز زیاد باشد هم. این در نزد جمهور علما و دلیلشون هم آثار در صحیح بخاری هست که همسران پیامبر در وقت خلافت حضرت عمر همراهی عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف به حج رفتن، در حالی که آنها محرمشان نبودند. و ما میدونیم که همسران پیامبر اگرچه مادران مؤمنان حساب شوند هم، ولی با آنها تنها به تنها سفر کردن ممکن نیست یا آنها به حجاب گشته نمیتوانند. یعنی در مسئله نکاحشان حرام است. در دیگر مسئله ها مثل دیگر زنها با مردها تنها به تنها بودنشان ممکن نیست. از همین که همسران پیامبر رفتند. و دلیل دیگر در مستدرک حاکم بود، خطا نکنم، که عبدالله ابن عمر هم بعضی از خادمه هاشان بدون محرم به حج فرضی می رفتن. اما در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و در مذهب امام احمد، قول در مذهب امام احمد، راه اگر از 3 روز زیاد باشد، با پیاده گردی راه اگر از 3 روز زیاد باشد، زنک به حج فرضی هم به محرم رفتن نمیتواند. اما نظر شخصی بنده، من و اکثریت علمای معاصر هم به این قول هستند. خطا نکنم یوسف قرضاوی هم الله رحمتشان کنه در این باب فتوایشان بود که میگن سفر الان تغییر یافته عزیزان. پیشتر بود در زمان حضرت مثلا
ابو حنیفه رحمت الله علیه هم اگر مرگشان 150 هجری باشد، میدونید که مردم با شتر و مردم پای پیاده راه میرفتن. حاضر ما 3 روزه راه نه، 1 روزه راه داره، از 1 روز هم کمتر راه داریم. برای همین وقتی همراهی زن یک گروهی حاجی ها هستند یا یک عائله دیگری هست که در امان است، محرمش راضی هست، به اذن الله بوکه ندارد. چون سفر حج از دیگر سفرها فرق میکند. حج فرضی هست که الله میگوید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. مردم شرایط داشته باشد زن و مرد به حج برود، که این قول جمهور علما هم هست. سوال دیگر: سلام علیکم خواهر عزیز، میگفتید که نماز حول گور هست یا نه؟ اگر باشد چه خیل خوانده می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی ابو سلمه وفات میکنند و خانه ابو سلمه می آیند و میگویند الان دعا کنید، دعاها اجابت می شود در خانه که جان مرده برآمد. و برای ابو سلمه خودشان هم دعا میکنند که پروردگار این برادرم را از جمله اهل جنت بگردان و زن و فرزندش بعد از این خودت صاحب باش، یعنی خودت کفالتشان رو بگیر. پیامبر برای ابو سلمه نماز حول گور خواند نمیگویند. و این چونین دختران پیامبر رقیه، زینب، ام کلثوم وقتی وفات میکنن پیامبر زنده بودن. پیامبر خودشان در جنازه دختران خود اشتراک کرده هستند و یگان تاش نماز حول گور گفتگی نیستند. برای همین برای مرده بعد از جانش برآمدن دعا خواندن است. برای او دعا کردن که پروردگار گناهایش را ببخش، پروردگار دیگر قبرش را پر نور کن، پروردگار بگذار مرگ برای او استراحت از غمهای دنیا باشد. برایش دعا کردن است. اما نماز با نام حول گور وجود ندارد. همین گونه نماز را پیامبر هم خواندگی نیستند، از یگان صحابه ها روایت هم ندارد. که مصیبت ما این است که و جای اون که سنت هایی که در عزا باید شود بکنیم، همیشه از پای بدعت میگردیم، همیشه از پای بدعت میگردیم و چقدر سنت ها مونده میرود. سوال دیگر: شوهر دختر من 2 سال می شود که غیب زده است در غریبی. اکنون دختر من باز چقدر وقت باید در خانه خشتمانش ماند؟ مادامی که شوهرش هیچ کمک نمی کند، غیب زده است و زندگی دخترتان نگاه نمی کند، کسی نمیگوید که او باید در خانه خشتمان بماند. دخترش مو شوهر کردگی است، خشتمان کردگی نیست. یعنی مادامی که شوهرش در اونجا نیست و او نفقه نمی کند، او حق دارد در خانه مادر بایستد. اما گفتید که آیا او میتواند شوهر کند؟ البته نمیتواند. بیکوبت شرایط پیدا حاضر در همین سال زمان از طریق اینترنت که ها رو پیدا کرده نمی شود. یک نفر رو پیدا کنند و اگر می خواهد طلاق گیرد طلاقش رو گیرد، یا مقصد او رو بفهمند که اون مرد چی می خواهد. اما مرد تماما نگاه نمی کند، تماما نفقه نمی کند، تو باید در خدمت پدر و مادر مرد باشی، اینگاه وجود ندارد. زن بالایش خدمت شوهرش و فرزندانش حتمی است، نه اینکه پدر و مادر شوهری که شوهر وجود ندارد. اگر نه اینها با هم زندگی میکردند و از روی اینکه زندگی خود داشته باشند یا به شوهرش کمک کند و شوهرش کمک کند به پدر و مادر کمک میکرد، بوکی نیست. اما شوهر که وجود ندارد در آنجا ایستادنش حتمی نیست. سوال دیگر: از کجا یگان میوه یا غوره صاحبش نپرسیده خوری گناهکار میشوی؟ مادامی که در باغش هست باید صاحبش رو پرسی. شاید صاحبش راضی نیست، گناهکار میشوی. اما در کوچه افتیدگی هست، تو میدانی که تو نگیری هم زیر پا میشود، یا اینکه عموما باغ بی صاحب است و همه میدانند، در اینجا بوکی ندارد. سوال دیگر: سلام، درباره گناه زبان یگان موضوع میکردید، بسیار خرسند میشدیم. الله نصیب کرده باشد موضوعهای زیادی هست که درباره‌اش میخواهیم صحبت کنیم. الله در وقت و در سلامتی و برکت دهد، حتما انشالله از پیش میشویم. سلام علیکم معلومه جان، در وقت ذکر اگر گپ زنی گناهکار میشوید؟ در وقت نماز گپ زدن ممکن نیست، در وقت ذکر گناهکار نمیشوید. یعنی انسان ذکر کرده میگردد که در داخلش گپ میزند. ذکر نماز نیست که گپ زدید اگر گناهکار شوید، در اینجا گناهکار نمیشوید. کسی درباره دوزندگی پرسیده است. من عیناً به همین سوال جواب داده بودم. میگوید که من دوزنده هستم. بعضا وقت کلینت به من میگوید در 2 ساعت کرتم رو دوست، من پولش رو زیادتر میگیرم. و این حق دارید. من به این سوال جواب داده بودم که به این حق دارید که بگید من زودتر میکنم و زیادتر پول میگیرم، چون که شما چند وقته کار رو یک باره میکنید، کار زیاد رو یک باره میکنید. به این حق دارید که بگید من زیادتر پولش رو میخواهم.
سوال دیگر: سلام معلم عزیز، من در مسافرتم و در آنجا به نمازخوانی اجازت نمیدهند. چیکار کنم؟ ترک نماز نکنم؟ کارتون را ترک کنید. الله میگوید وأمر اهلک بالصلاة واستقم الیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک. تو اهلت را به نماز امر کن و خودت هم در آن نماز صبر کن، با صبر باش، چون که نماز هم صبر میخواهد. در دوامش میگوید نحن نرزقک، ما به تو رزق میدیم، ما از تو رزق طلب نمیکنیم، ما به تو رزق میدیم. یقین بدانید که کسی که به خاطر نماز جای کارش را عوض کرد، پروردگار به او رزق فراوان میدهد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. در سوره طلاق است، وعده الله است و الله توکل کردید و تکیه کردید و گفتید من در نمازم پایبند هستم، یگان کار دنیا پیش نماز مرا نمیگیرد، پروردگار به شما رزق میدهد که خودتون بخبرید از کجا آمد. اما تصور کنید که 20 سال در یک جا کار کردید، 20 سال نماز نخواندید، یکی در بین مرگ آمد. از بینمازی، از بزرگترین گناه یا گفتیم خطر بینمازی در این است که علما اختلاف دارند که آدمی مسلمانی که من مسلمانم میگه و نماز نمیخواند، او مسلمان است یا کافر است. یعنی اینقدر این مسئله جدی است که بین علما اختلاف است که بینماز مسلمان است یا کافر است. برای همین یگان نفر مسلمان نباید به خاطر کار دنیا نمازش را ترک کند و این وعده الله است که شما تقوا کردید و جای رو پیدا کرد به خاطری که شما رو نمیخوانند نمازگزاری جایتان رو ترک کردید، پروردگار برای شما کار بهتر رو نصیب میکند. سوال دیگر: معلم جان درباره صلوات فرستادن میگفتید 5 وقت نماز ممکن شما یک صلوات خوبش رو میگفتید. بهترین صلوات ما سید صلوات، بهترین صلوات هم صلواتی است که در نماز میخوانیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. بهترین صلوات ها همین صلوات است که ما در نماز میخوانیم. غیر از این هم کی خواهید صلوات بخوانید، چون صلوات زیاد دربارش حدیث صحیح هست که از انسان غم ها رو پروردگار دور میکنه. انسانی که زیاد صلوات میفرستد، پروردگار غم ها رو از او دور میکند. السلام علیکم، نام پسر من محمد است. محمد ایشان یا حضرت گفتن می شود. عزیزان، یک همین درباره این نام ها میخواستم یک چیز رو اشاره کنم. در مو حدیث پیامبر است من بطع عمله لم یسرع به نسبه بود. خطا نکنم حدیث همین خیر، شاید لفظش رو خطا کردم. یعنی معنای حدیث این است که کسی که در عملی صالح قفا مانده هست، نامش، نام پدرش، نام و نسبش او رو به جنت نمیبرد، او رو به بالا نمیبردارد. و یک نفر نام محمد موندیم، نام احمد موندیم، یقین بدانید که نام کسی رو به جنت نمیبرد. شما او رو حضرت گفتید، ایشان گفتید، هم اگر این فرزند رو درست تربیه نکردید، او حضرت محمد نمی شود. یعنی به معنای پیامبر صلی الله علیه و آله نه، به معنای اینکه یک آدمی آبرو داره که همه ایشانش گویند حضرتش گویند نمی شود. برای همین اینجا ما نامش رو احمد موندیم، شما میگوییم، یا که ما نامش رو محمد ما گفتیم حضرت میگیم. چرا؟ و این محمد موندید که انشاءالله پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشد، اما فکر نکنید که با همین نام الکی این کودک صاحب آبرو شد. و انسان عملش آبرو میبخشد، انسان رو عملش در دنیا و در آخرت عزیز میگرداند، نه نامش و نه نسبش، نه نامش و نه نسبش. اما شما گفته ایستادم که شما چی او را ایشان گوید چی حضرت بید، او نه ایشان است نه حضرت است، کودک است او و او باید شما تربیه خوب دهید که در آینده صاحب عزت شود. سوال دیگر: من 4 فرزند دارم، 2 دختر 2 پسر، اما شوهرم میگوید باز تولد کن. من راضی نمیشوم چون میدونم به سلامتی هم ضرر میرسد، گناهکار میشوم. مادامی که شما سلامتیتون رو میدونید که بیمار هستید، گناهکار نیستید. لا ضرر ولا ضرار، نه به خود ضرر رسانید نه به دیگران. مادامی که میدونید که برای شما تولد الان ضرر دارد و حالتتون بد است، به شوهرتون فهمونید، در اینجا گناهکار نمیشوید.
سوال دیگر: در وقت بی طهارت یا که حیض بودن و هنگام خواب رفتن دراز کشیده سوره های قرآن کریم را گوش کردن ممکن است؟ در وقت بی طهارت بودن بوکی ندارد. دراز کشیدن قرآن گوش کردن انشاءالله بوکی ندارد. همیشه انسان راست نشسته نمیتواند. در وقت حیض هم انشاءالله بوکی ندارد، برای که در ما حدیث حضرت عایشه است که گوش کردن، پیامبر به من تکیه کرده قرآن میخواندن، یعنی پیامبر هرگز نگفتن که قرآن رو گوش نکن تو حیض هستی، نگفتن. من حیض بودم و پیامبر به من تکیه کرده قرآن میخواندم. حدیث حضرت عایشه در بخاری است. اپا جان، خودم میدانم در طاعت و عبادت خداوند نه آنقدر ارزنده ام، اما هرچی آرزو میکنم خداوند مهربان برایم آسان میکنن. نمیدانم چی در نظر دارن. سلام. درباره کودک خردسالی که در دیگر شهرها برای قرآن آموختن میدهند یگان چی گوید؟ من یک زن هستم پیشکی رحمت. من درباره حفظ قرآن برای کودکان صحبت کرده بودم در یکی از سوال جواب‌ها. عزیزان، مسئله قاری شدن برای یگان مسلمان حتمی و حتمی نیست. مسئله استوار بودن در قرآن، تمام عمر همراه قرآن بودن حتمی هست. چقدر نفرانی هستند که در 1 سال و 2 سال و 3 سال حافظ شدن اما در زندگیشان قرآن یگان نقشی ندارد. حضرت عایشه میگن کان رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن یمشی فی الارض. قرآنی بود که در روی زمین راه میگشت، یعنی تمامی اون چیزی که در قرآن بود پیامبر عمل میکردن. برای همین پدر و مادران عزیز، البته حافظ قرآن درجهش خیلی بالاست، اما حافظی که عمل کننده باشد. همون گونه که خیلی کوشش میکنید فرزند قاری داشته باشید، فرزند عمل کننده با حافظ قرآن رو هم حرکت کنید. که کسی که میرود و در یک جا نشسته 1 سال 2 سال حافظ میشود، حتما بعد از این باید و این حافظه خود عمل کند، وگرنه او از جمله همون علمای میشود که در روز قیامت اول شده به دوزخ میروند، اونی که خواند و عمل نکرد. و اما درباره من کودکم رو برده میمونم. بعضی پدر و مادرهای هستند یا بعضی پدرهایی هستند که میدونند که یک زنی دارند که وای از عهده فرزند نمیبرند. یعنی بعضی پدرها، بعضی مردها 100% میگن من در خانه کودکم رو مانم، کودک از صبح تا شام فقط تلفن میبیند یا با یگان چیزهای بیهوده مشغول میشود، بهترش میبرم نزد یک استاد حافظ قرآن میشود، چون که مادرش از عهده تربیت نمیبراید. این مادر خود که تربیت ندارد، فرزند رو هم تربیت کرده نمیتواند. در اینجا برای اون که کودک عمرش با بیهودگی نگذرد و خیلی گفتم نه همه مادرها در حقیقت مربیه شده میتوانند، همه تولد کرده میتوانند، اما مربیه و مادری از عهده‌اش نه همه میبراید. و مصیبت ما این است که ما پیش از اینکه تولد کنیم فرزند به دنیا آید یا تولد کردن فکر نمی کنیم که تربیتش چگونه می شود. آیا دختر ما، همسر ما تربیت کرده می تواند؟ از همه لحاظ یک مادر بعضی می شود سودیه می شود، قاضی می شود در خانه، یک مادر معلم می شود، یک مادر بعضا مشاور می شود، یک مادر با صبر باید باشد که بسیاری از این جقه های کودک یا گفتیم ناز و نوز کودک باید صبر کند. یک مادر بعضا طبیب می شود. اینها رو همش رو یک مادر باید از عهده‌اش براید. این مربیه حقیقی مادر حقیقی است. بعضی مادرهایی هستند که در حقیقت کودک در دست آنها مثلا 7 سال و 10 سال و 8 سال هدر می شود، هیچ چیز نمی آموزد. یک کودک پوچه مثل خود مادر بزرگ می شود. در این وقت زیاد پدرها میگویند من نمیگذارم کودکم این گونه بزرگ شود، یعنی مثل مادرش بزرگ شود، برای همین میبرم این رو در نزد یکان حافظ حداقل قرآن حفظ کند گفته میبرم. برای همین مادرانی که از شوهر شکایت میکنند حتما باید دست به علم و کتاب زنید. و من خیلی حیران میشوم مادری که باید برای فرزندش به همه چیز راضی است چرا به دست کتاب نمیگیرد؟ چرا نمیگوید که برای اینکه کودک من از آغوش من جدا نشود، در یک کنج دنیا برود و در چند کودک و چند سالش رو نگذراند، من خودم باید مربیه شوم، خودم باید استاد باشم، تربیتگر او باشم؟ نه، و این پروا هم ندارم. برای همین بعضی پدرها در حقیقت حق دارند وقتی که میگویند آخر این تربیت کرده نمیتوانند، زنم رو میشناسم. اما مادری که از عهده‌اش میبراید بهترین تربیه، بهترین مکتب و مدرسه این مادر است.
مادر بر این اگر مادر در حقیقت مربیه خوب باشد و از عهده‌اش برآید، یگان کس تربیتی که مادر میده داده نمیتواند. برای همین میبینید یک بد اخلاق رو میبینیم میگیم به تو مادرت یاد نداده است، چون که تربیت اساسی کودک در مادر است. سوال دیگر، سلام، سوال من همین است که زن حامله دار نمی شود و میگوید موموگی داری. او به پیش کیم کدام زن رفته موموگی خود را میکشاید یا تبابت میکند؟ این گپ تا کجا حقیقت دارد؟ شرک است، کفر بر علا هست. موموگی گفته شما نزد یک فالبین میروید و باوری هم دارد که فالبین برای شما در فرزند را کشد. فالبین برای شما در فرزند را کشد. موموگی یعنی معنای به فالبین جادوگر رفتن است که چند جادوگرها نامشون رو اینو دیگر کرده میستن، یکی مادری مهربان میشوند، یکی مومو میشوند، یکی چیز دیگر میشوند. جادوگری است، گناه کبیره است و حتی خارج شدن از دین است اگر یقین کنید که فلانی به شما فرزند میدهد. سوال دیگر، شوهری که 2 سال قهری می شود با زنش، حتی از حال آنها خبردار نیست، غیر از خوردنی آنها که چه کرده رایی می کند، فقط خوردنی پوشیدنی. زن به شوهرش دخل ندارد. این چی حکم دارد؟ زن اگر نخواهد با این مرد زندگی نکند طلاقش را گیرد، اما زن به همین چیز راضی باشد زندگیشان را دوام داده می توانند. در ما صلح هست و صلح و خیر و احضرت الانفس الشح در سوره نساء هست آیت. بعضا زن و مرد نمیخوان مثل زن و مرد از همه لحاظ باشن، فقط میگن به خاطر فرزندها زندگی را دوام میکنیم، من به تو برای خوردن و پوشیدن پول میفرستم، در بقیه من به تو مثل شوهرت در مسئله همبستری نیستم. زن اگر راضی باشد اینها دوام داده میتوانند، اما زن راضی نباشد در این وقت حق دارد که طلاقش را طلب کند. اگر زن راضی نباشد حق دارد در این مسئله طلاقش را طلب کند. کودک رو حج بری می شود، 9 ماهه هست. کودک رو حج برده می شود اما او حاجی نمی شود. حج بعد از به بلاغت رسیدن فرض است. خب به بلاغت رسیدن هر کسی که حج کرد وای حجش حساب نیست و او هنوز هم حج فرض است که بعد از کلان شدنش باید حج کند. با جای نماز الکترونیکی نماز خواندن درست است برای آموختن کودکان بخریم؟ درست است انشاءالله. برای آموختن کودکان همه راه درست است. کودکان برایشان نماز فرض نیست و یاد دادن حتمی است، انشاءالله باکی ندارد. می گفتید که روزه قضاگی رو در 1 سال داشته می شود یا که نه؟ روزه قضاگی که همین سال دارید، مثلا ماه رمضان شما قرضدار بودید و سلامتیتان هم خوب است، تا این رمضان گرفتن برایتان فرض است. یعنی قضاگی ها رو از این رمضان تا اون رمضان هر کسی که سلامتیش خوب است گرفتنش فرض و حتی ببخشید در نزد اکثریت علما فدیه میدهد و گناهکار است کسی که بی‌پروايی کرد و قضای این رمضان رو تا اون رمضان بود. اما کودک معده دارید، بیمار هستید، در این وقت کی که توانستید می توانید روزتون رو بگیرید، اما سلامتیتون خوب است، فرض است که قضاگی ها رو تا رمضان دیگر تمام کنید. سلام علیکم، زنم قرآن میخواند اما من میخواهم اذیت کند، اما به خاطر که دکتری کار میکند وقت برای قرآن اذیت کردن نمیتواند. چی مصلحت میده در این باره؟ قرآن اذیت کردن در 1 سال اذیت کردن حتمی نیست، در 2 سال اذیت کردن حتمی نیست. میتوانید در 6 سال اذیت کنید، میتوانید در 10 سال اذیت کنید، به قدر توان. یک آیت در 1 روز برای خود 15 دقیقه وقت جدا کنن انشاءالله میتوانند. این حتمی نیست زود اذیت کرد. السلام علیکم استاد جان، درباره تربیت کودکان و علم آموزانیدن برنامه میکردید. انشاءالله الله نصیب کرده باشد. خیلی که در بالا گفتم خیلی برنامه های زیاد کردنی هستم. مشکل این است که بعضا وقت نمیرسد، بعضا سلامتی اجازه نمیدهد، بعضا کارهای دیگر پیش می آید. پروردگار در وقت ما برکت نصیب کند که در خدمت دین پروردگار باشیم و برای شما هم فایده امان برسد. ما در مسکو در بعضی چیزهایش حلال نوشتگی، لیکن در سسته‌اش دیگر چیز، قریب همه شبهه‌ناک. آیا ما میتوانیم از این محصولات ها استفاده کنیم؟ فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه هست حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. کسی که از شبهه ها دور شد او دین خود را و ناموس خود را پاکیزه کرد، یعنی به دین او هم هیچ خلل تهمتی نیست و ناموس او هم. برای همین مادامی که میدونید که شاید ژلاتین دارد، شاید
یکون چیزی خوکی دارد، شاید اسپریتوی دارد که هنوز هم زیاد خورد مست می شود، نزدیکی نکنید. انسان چقدر کم خورد همون قدر هم سلامتیش خوب می شود و هم تقوایش زیاد می شود، حتی چیزهای حلال رو، حتی چیزهای حلال رو. برای همین در ما پیامبر صلی الله علیه و آله تقریبا همیشه روزه‌دار بودند. یکون عالمه را نمیبینید که پرخور باشد. همین زیادی های چیزهایی که در مغازه هستند، از شیرینی شروع کرده تا دیگر نمودهایش هم شبهناک هستند، هم به سلامتی ضررهای جدی دارند. چقدر دانستید که شبه هست، تقوا کردید و دور شدید، هم به سلامتیتان فایده دارد و هم به دینتان و به تقوایتان. سلام علیکم. من بار دوم به شوهر برآمدم. از یکمش یک دخترچه دارم. همراه والدانم زندگی میکند. آنها نقص نگاه و بین میکنند. همه ما را تنقید میکنند که تو گناهکاری، فرزندت همراه تو نی، مهری تو نیست میگویند. به تنقید همه نگاه نکنید. و تنقید همه اگر ما نگاه کنیم، ما نباید یگان قدم به پیش مانیم. اگر شما شوهر نکنید و در خانه پدر و مادر بمانید، باز مردم تنقید میکنند که چرا شوهر نکردی و گناهکاری. چون در ما همین گونه یک جامعه داریم. شوهر کردی بلا میمونی، شوهر نکردی بلا میمونی. دخترت رو قطع خونه شوهر بردی، باز تنقید میشنوی، نبردی باز تنقید میشنوی. از گپ های مردم خلاصی نیست. یعنی چی کار نکنید هم قصه افنده هست. آره، بخر وقتی می نشینند میگن چرا بخر نشست، پیاده رو میروند میگن چرا پیاده رو رفت. هر کار کرده دیگر گپ میزنند. برای همین به تنقید مردم نگاه نکنید. مادامی که پدر و مادرتان خوب نگاه میکنند، انشالله دخترچه‌تان جایش امن است و وقتی کلام میشود شکر خدا میکند که مادرش به تنهایی حیاتش رو تمام نکرد. سوال دیگر من میخوانم از شما. قرآن را با ترجمهش یاد گیرم. چه خیلی با شما گپ زنم. التماس، من قرآن خوانده میتوانم اما نمیدانم چی خوانده ایستادم. رو احترام خواهر اسلامی، شما برای ترجمه یا معنای قرآن خواهر هستن باید زبان عربی یاد گیرید. یک و یک بار انسان صاحب زبان عربی نمیشود، ولی میتوانید انشاءالله با گروه های ما همراه شوید که ما گروه های زبان عربی هم داریم. الحمدلله تجوید هم داریم، گروهی درس تفسیر هم داریم که درس های تفسیر رو خیلی میخواستم به یوتیوب گذاریم، ولی نمیدونم هر دفعه چیزی میشود که نمیگذاریم برای اینکه صوتیات است. ولی الله نصیب کرده باشد شاید بعضی سوره ها را کم کم تفسیرش رو هم در نوار میگذاریم. من زن هستم. کودکم رو کوچه برآوردم. 3000 از راه یافتم. یک هفته می شود در دستم هست. نمیدونم چی کار کنم. در پیش دوم خیلی گشتم، یگان کس سراغ نکرد. می توانید یگان اعلان نویسید در کوچه ها، یگان اعلان نویسید که کسی پول گم کرده باشد به همین رقم زنگ زند و شاید بعضی رقم زنگ زنند و بگویند 2000 بعضی بگویند که 3000 همین خیلی شکلش بود به صاحبش برگردانید. چون که 3000 پول کلان است، شما با آن برای ثبت کردن حق ندارید. تا 1 سال باید همراهتان همچون امانت بایستد. بعد از 1 سال شما اعلان نوشتید، صاحبش رو گفتید و پیدا نشد، از آن خودتان می شود. من در خانه از سحر تا بیگاه تنهایم. به رویمال میگردم. در بیرون حجاب دارم. مادرم میگوید رویمال نمیکنم فرشته ها به خانه نمیدرآیند. آیا درست است؟ پیش از همه مادر همیشه مادر است، باید احترام کرد. اما مادری که علم ندارد حق ندارد درباره اومدن فرشته و رفتن فرشته ها گپ زند و شما هم قبول کنید. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در مسئله دین و در مسئله علم باید اهل ذکر، اهل علم رو پرسید. در وقتی بیرون برآمدن یا در نزد نامحرم پوشیدن فرض است. در خانه ها سر لوچ گشتید، خواب کردید، خوراک خوردید، فرشته به روی مال شما هیچ رابطه ندارد. فرشته ها به خانه داخل نمی شوند که در آنجا عکس ها هست، تمام روز سریال و موسیقی و هزار یک بلای دیگر هست. خانه هایی که در آنجا قرآن هیچ خونده نمی شود در اینجاها نیستم. اما اینکه سر لوچ هستید و در آمدن و برآمدن فرشته رابطه ندارد. من در وقتی خانه را آبرکه کردن و ناوشنیک سوره قرآن کریم گوش میکنم. مقصد این که وامنه هم آبرکه میکنم. در وقتی وامنه قرآن را ندارید، جای تازه نیست، خیلی که میدونیم به حرمتی میشود، داخل نکنید. من دختر هستم. اگر دختر در روز تویش فتحه سطری پوشد طلاق میشود؟ طلاق نمیشود. یعنی فتحه و طلاق رابطه ندارد. اما شما در بین مردها فتحه سفید میان باریک و چهره کسی که کتی برآمدید به گناه کبیره آلوده میشوید.
در بین زنها هستید با که ندارد، بالایتان پوشیدگی است، به خانه شوهرتان رفتید لباستان تنگ نیست، یعنی از بالای فتح یکون چیزی وسیع دیگر پرتفتید با که ندارد، اما فتح سطردار که بین مرد و برآمدید و زن و مرد همه شما رو دیدن طلاق نمی شود، اما به گناه کبیره آلوده می شود که شما یکمین قدم زندگیتان رو با آلودگی به گناه کبیره شروع میکنید. سوال دیگر، پرکلات که ما در وقتی عیس استفاده میبریم به موصول پرتید و چیزی نجس هست اون رو اگر شستید دیگر آب اسراف می شود، میگیرید و میپرتید. در این باره من کارهایی که گناه نیست و زنها گناه میدونن یک نوار دارم، در این باره صحبت کرده بودم. معلم جان میگفتید که تلگرام میمونین برای درس گرفتن، میخوام از شما درس گیرم. همینجا شاگردان عزیزی که هستید اگر میتوانستید تلگرام ما رو روان میکردید، اگر خواهرها به درس آنلاینی که زوم از 100 نفر زیاد رو یعنی نمیتواند داخل کنند ندارید، هم در ما کانال راه نور است در تلگرام که ثبتیات یا ضبط تمامی درس ها در آنجا هست. سلام اپا جان، زنده و سربلند باشید. سپرال مونم جایز است با که ندارد، برای یک مدت ماندن جایز است که در بورش نوار هست، اگر گوش کنید در یوتیوب من کاملا این مسئله رو گفتگی هستم. اگر برای یک مدت عمر بود نباشد، برای یک مدت باشد و به سلامتیتان هم ضرر نرساند، انشاءالله پیشگیری از حاملگی گناهکار نمیشوید که در بورش حدیث حضرت جابر بن عبدالله است که در زمان پیامبر هم پیشگیری از حاملگی بود. زن حتمی است رویش رو ستر کند، اگر شوهر امر کند او باید اطاعت کند، شوهرش امر کند اطاعت کند، شوهرش امر کند اگر اطاعت کند. اما در اسلام چهره زن ستر است یا ستر نیست؟ در نزد جمهور علما اگر زمان فتنه نباشد چهره زن ستر نیست، یعنی نقاب برای زن در نزد اکثریت علما، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم، در مذهب امام شافعی هم، امام مالک هم، در اکثر قول امام احمد هم فرض نیست. در بعض قول امام احمد صد فرض است که در باره چهره سطر است، آن هم در نزد بعضی علما و بین علما مسئله اختلافی هست. سلام اپا جان، من 2 مرتبه دوگانیک تولد کردم، میگویند 3 مرتبه تولد کنی خلیفه میشده. گپ دروغ است آخر. کودک تولد شدگی سبحان الله نامش رو مانی خلیفه می شود، دوگانیک مانی خلیفه می شود. تربیه خوب شما فرزند رو خلیفه می کند، نه اینکه دوگانیک آمده. اپا جان، به طفل 6 ماهه در بطن بوده سر و لباس خریدن خوبی ندارد میگن. گپ دروغ است، یعنی همین خوبی نه، با نیت خوب یگان چیز خریدید با که ندارد انشاءالله. گپ دروغ است که میگویند تیار دیدن خوب نیست. اپا جان، در کدام حالت هستند مردهایی که به زن وعده میتید که بعد مهرت رو میتیم لیکن نمیتید جوابش رو بدید؟ اینها قرضدار هستند. مرد یعنی انسانی که قرضدار از دنیا می رود در روز قیامت قرض او پیش روحی او رو میگیرد، او به جنت در آمدن نمیتواند تا قرضهایش رو بدهد. آن روز که دیگر با پول قرضت رو خلاص نمیکنی ثوابت رو میدهی، عمل ثواب نداشته باشی گناه او رو میگیری. و مردی که مهر زنش رو نداد او قرضدار حساب می شود، قرضدار حساب می شود و او اگر ندهد گناهکار می میرد و روز قیامت هم سوال و جواب دارد مگر اینکه زنش ببخشد. بعد نام فیضگل نامی تاجیکی است و کتابی چرا بیته دارد. بعض سوال ها هست، ببخشید خیلی میخواهم که یکان خیلی درشتی نکنم، اما نامی تاجیکی هست. طرزی درست سجده کردن زن، آیا آرنج ها رو به زمین رساندن درست است؟ در نزد 4 مذهب زن در وقت سجده آرنج ها رو به زمین میگذارد و دلیلشان هم آثار ام سلمه است که ام سلمه رضی الله عنها در وقت سجده آرنج ها رو به زمین میماندند و میگفتند پیامبر ما رو این گونه امر کردند. در نزد 4 مذهب زن در وقت سجده شکمش و پایهایش میرسد، یعنی بسان پایها و آرنج هایش به زمین میرسد. بعضی از علمای معاصر میگن نه، حدیث پیامبر صلوا کما رأیتمونی اصلی، چگونه که مرا دیدید نماز میخوانم همان گونه خوانید گفتند و مردها هرگز آرنج رو به زمین نمیرسانند، زنها هم این گونه بخوانند. اما 4 مذهب هم گپشان به دلیل نیست که زنها سجدهشان کمی از مردها در همین مسئله فرق میکند. اما آرنج رو نرساند چه گناهکار میشود؟ گناهکار نمیشود. یعنی شما اورنج رو به زمین رساندید نرساندید سجدهتون درست است، فقط در نزد 4 مذهب سجده زنها از مردها
فرق میکند. اون هم با روایتی که از همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که زنها رو پیامبر این گونه سجده کنید گفته بودند. السلام علیکم اپا جان، الله از شما راضی باشد. من یک سوال داشتم. وقتی قرآن رو میگیریم پشتش رو بوسه کرده بعد میخونیم، ممکن است شما یعنی همیشه این کار رو کنید؟ از پیامبر آمدگی نیست برای احترام یکی گرفتید و بوسه کردید بوکه ندارد انشاءالله، اما همیشه هر گرفتن بوسه کردن که من میخوانم بوسه کردن در بارش اگر روایت آمدگی نیست. مادر مهربان، خاک پایت شوم. هرگز خاک پای یگان کس نشوید. میدونم که یک احترام خوب است، اما یعنی بنده ارزنده همین چیز نیستم. سبب زنده شدن این ملت مرده شده اید. راستی گپ چیزهایی که کمی تعریف هست نمیتوانم خواندن. الان نگهبان باشد هر کسی که قدردانی کرد یا دعای برای ما نویس، پروردگار حفظتان کند شما رو هم ما رو هم در صراط مستقیم همیشه پا بر جا نگه دارد که ثابت در دینش باشیم. درباره خودتان میگفتید کمتر معلومات میدادید. از کجایید؟ عین حال در کجایید؟ عین حال در کجا بودید من نمیدونم برای شما تا کجای فایده میرساند، اما من تاجیکستانی هم که همراه شما هستم عزیزان. یکی از سوالهایی که بوی ملتچگی میکند از کجا و کدام منطقه تاجیکستانی؟ خب از دوشنبه باشم، خب از کولاب باشم، خب از خوجند باشم، خب از بدخشان باشم، از کجای نباشم از تاجیکستان هستم. پاره از شما هستم، هموطن شما هستم و تمام ملت تاجیکستان را و البته تمام مسلمان ها را جزء از خودم میدانم و از اهل آنها هستم. و یعنی در کجای در کجای از کجا هستید همین درباره خود معلومات دادن نیست به فکرم. سلام، من 2 سال پیش از شوهرم جدا شدم. چندین بار زنگ زدم جواب نداد. پدرش میگوید جوابت را داده است. من شاهدی میتیم. من شوهر کردم. آیا گناهکار شدم؟ شما از شوهر جدا شده باشید، او به شما طلاق داده باشد، شما درست، اما او به شما طلاق نداده باشد و فقط پدرش تو رو طلاق داد گفته باشد، نباید در این وقت شوهر میکردید. اینجا شبهه کلان است. شما حتما طلاق رو باید از خودش بشنوید. چقدر پدر و مادر و خواهر و برادران دروغگوی هم هستند که مخصوص برای ویران کردن یک عائله میگن من شنیدم تو رو طلاق داد. حتما از خودش باید میشنیدید. از خودش اگر شنیده باشید کارتون درست، نشنیده باشید حتما این زندگیتون حوزه شبهه کلان دارد که از خودش باید بپرسید که تو طلاق داده بودی؟ اگر او گفت طلاق داده بودم با که نیست. اگر گفت نه طلاق نداده بودم، از این شوهر جدا میشوید، از او طلاق میگیرید، عده انتظار میشوید 3 ماه، بعد از وی با 3 ماه دیگر عده انتظار میشوید، از این به شبهه نگاه کردتون، بعد از این به این زندگی میکنید. یعنی هرگز فلانی گفت منو طلاق داده است گویان نباید از پای زندگی نو شد، چون مسئله نکاح و طلاق از احکام های شریعتی هست که در این مسئله انسان به زندگی حرام قدم می نهد. من میخوام پیش یگان معلمه رفته خواندن قرآن رو یاد گیرم، اما طهارتم رو به مدتی دراز داشته نمیتوانم. اگر بیمار باشد بوکه ندارد. انسان هایی که بیمار هستند در مسئله طهارت آنها میتوانند یعنی به قرآن دست نزده، فقط یگان کس که شاید یا با پریچتکه بخوانند انشاءالله. سلام علیکم. به استاد کتاب قرآن میخوانم، ناخواست یگام جوش رو خطا میکنم. درست نیست به استاد کتاب قرآن نخوانید، چون که در وقت یاد گرفتن خطا کردید بوکه نیست، اما خواندن قرآن چیزی نیست که شما خود از خود یاد گیرید. و حضرت پیامبر حضرت جبرائیل یاد داده بودن، حضرت پیامبر به صحابه ها یاد داده بودن. در قرآن حتما باید شما استاذی داشته باشید، اون هم استاذی که درست خوانده میتواند، چون کتاب رب العالمین است. با خط و خواندنش معناهایش دیگر میشود و به جای ثواب گناهکار میشوید. یعنی به استاذ و کسی توصیه نمیکنم که قرآن خواندن را خودآموزی کند. شیر خورده میگویند که زنی به فرزند زن دیگر شیر دهد، آن کودک با 7 پشت زن به او شیر داده به مثل عقب و خواهر میشده است. در سوره نور است. و امهاتكم اللاتي ارضعناكم و اخواتكم من الرضاعه. سوره نور بود یا سوره نساء؟ در 2 سوره درباره محرم ها اومده است. من بعضا نقطه میکنم. الله میگوید برای شما مادرانی که به شما شیر دادند محرم هستند و این چنین خواهرانی که از طرفی یعنی خواهرانی که با آنها از یک مادر شیر خوردید. و پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند
از نام و نسب کیها محرم نشوند، از جهت شیرخوارگی هم محرم میشوند. مثلا شما به یک پسرچه شیر دادید، اون پسرچه به شما، به تمام خواهران شما، به پدر و مادر شما، به تمام فرزندان شما، به تمام خواهران شوهرتان، به مادر شوهرتان محرم می شود. عیناً مثل فرزند خودتان می شود. یا به یک دخترچه شیر دادید، اون دخترچه پدر شوهر شما به اون دخترچه محرم می شود، برادرای شوهرتان، برادرای خودتان، پدرتان، پدر شوهرتان، فرزندانتان، یعنی مثل عیناً فرزند خودتان از همه جهت او محرم می شود. با او بدون حجاب نشستن هم می شود، با او ازدواج عموما ممکن است. او یعنی اعضای عائله شما بری می شود. فقط در مسئله میراث او میراث نمیگیرد، او میراث نمیگیرد. یعنی مسئله شیرخوردگی عیناً مثل نسب است. کودکتان خیلی به کیها محرم هست؟ کسی که شما شیر دادید او هم همین گونه، اما دیگر خواهر و دادران او که به آنها شما هیچ شیر ندادید محرمی ندارد، فقط همان کودک. سوال دیگر، همین رسیانده بسیاری آدما ایپاتیک میگیرند، با مادرشان به قرض به حج گسل میکنند، همش فقط ریا، به پولشان بانکتی هم مثل آدمای او یا حجش قبول میشود. درباره ایپاتیک من در سوال جواب گذشته گفته بودم که ایپاتیک همون قرض ربوی هست، همون پرسنت است که شما از بانک با پول پرسنتی قرض میگیرید و خانه میخرید که نامش رو ایپاتیک میگویند. یعنی هر نامی هر چیز رو خیلی گفته بودم میگویند که در این گناهگار هستید، گناهی کبیره است، چون الله جنگ اعلام میکند به کسی که او به ربا و به پرسنت دست میزند. اما حج به کسی فرض است که شرایط دارد. ولله علی الناس من استطاع، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. شرایط داشته باشید اگر حج کنید. با قرض حج کردن درست نیست. و حج کی را قبول میکند؟ پروردگار خودش داناتر است. اما از جهت شریعت با قرض حج رفتن و برای ریا، خیلی میدانید ریاکار در نزد پروردگار یگان ثواب ندارد. آیا تا دمیدن صبح تهجد خواندن جایز است؟ نماز تهجد بعد از نماز خفتن تا اذان بامداد وقتش است. البته که بامداد هنوز ندر آمده باشد، شما وقت برای تهجد دارید. آیا شوهر حق دارد که برای کار خانه را کمتر دیر کردن زند و لپتاپ کند؟ برای کار خانه را دیرتر کردن، هر مردی که زنش را لپتاپ میکند بداند که دیگر یکم مشکلی اعصاب دارد. برای آنکه بعضا می شود که کاری به کار خانه دست هرگز نمی رسد، علل خصوص فرزند زنی که یا بیمار است یا فرزندهای معده دارد یا بجز کار خانه هزار یک کار دیگر دارد. اما زنی که تمام روز در دستش تلفن است، تمام روز در دستش تلفن است، مرد بیچاره تمام روز در بیرون کار میکند و خانه می آید که در یک خانه تازه یک چای گرم می نوشد، خوراک خورد، می آید که زن هیچ کار کردگی نیست. از شکل رویش که معلوم می شود انسانایی که تمام روز در دستشون تلفن بود در این وقت حق دارد لپتاپ کند، سیاهی کبود کند. با فتوای من ببخشید. برای اینکه این گونه زنها لایق شرط خوردن هستند. زنهایی که شوهرشون از صبح تا شام کار میکنند و جای اینکه آمادگی بگیرن که شوهر الان خسته و مانده می آید و او باید من خوراک تیار کنم، جایی که می نشیند تازه باشد، جایی که خواب میکند آماده باشم، خودم هم همچون زن آماده باشم. تمام روز در تلفن در چقچق هست و در سایت های تجارتی هست و در چند بلاگرهای یوگا هست، فقط آنها رو تماشا میکند. شوهر حق دارد که سیاهی کبود کند که شاید این زن به خود آید، اما یعنی کمی سرتر باشد هم. اما نه، زن فرزند دارد، بچه های معده دارد، کار باری زیاد دارد، دستش به کار خانه نرسید، بیماری است در این وقت، نفهمی حالت زن رو به او دست برداری که چرا اینش رو هم نکرده. چون یک زن 8 و 10 دست ندارد که به همه کار دستش برسد، یعنی حالت رو باید درک کرد. سلام علیکم. میخواستم فهمم، به من خبر آمد که ینگم با دیگر مرد گپ میزند، حتی با خود است. این رو خودش گفته است، من به کم نگفتم. تا که نگوید که خانم رو ویران کردی. آیا من گناهگارم؟ پیش از همه اینجا اکن فاسقون بنبأ فتبینوا. الله میگوید وقتی فاسقی به شما خبر آورد، اول اون خبر رو پیگیری کنید، 100% بفهمید که این خبر درست است یا نه. هر یک خبر رو به شما خبر آمد، از کجا شما میدانید که خبر درست است؟ در سوره نور است، حتما باید 4 شاهد باشد برای یک نفر رو
و زنا تهمت زدن یک دلیل آشکاری باید ببینید از پیش خودتون کدام به من خبر داده است که زندگی کسی رو ویران نکنید با خود ینگتون صحبت کنید همچون زن با زن بگوید که همین گونه وضع تهمتگرا شاید گپ زدن حالت چی است شاید او به شما چیزی میگوید که تماما اوضاع دیگر است شما دارید به او تهمت میبندید یعنی این مسئله را هنوز پیگیری نکرده اصلا به برادرتان نگویید که شاید شما هم از جمله همون خبرکش های دروغگویی شوید که زندگی یک نفر رو ویران میکنید. معلمه دعا برای بینایش چشم میگفتید کدام دعا رو خواندن در کار است عزیزان همه چیز دعا ندارد یعنی بعضی خواهرها هستند بسیار چیزها رو میگن دعا برای این بعضا دعای چشم شما نیاز به طبیب چشم دارد حتما باید نزد طبیب بروید بعضی بیماری هایی هست که مادرزاده است آره یک معجزه میشود بعضی بیماری ها شفا میشود اما اخذ بالاسباب یا سبب ها رو پیش گرفتن هم این از شریعت است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هیچ دردی نیست که دوا نداشته باشد تداوی یا عباد الله و خود معالجه کنید از پای دارو و دوا شوید در دوامش میگن اما با نجاست دارو نکنید یعنی اگر بیماری چشم دارید حتما باید نزد طبیب چشم بروید که برایتان تشخیص کند تشخیص طبی کند بعد از این سبب را وقتی که پیش گرفتید باز به الله تضرع هم میکنید که پروردگار شفا بده اگر دختر رویش را نپوشاند گناهکار می شود در این باره من جواب دادم دقت برای خودتون از استودیو اعلام کنید که حاضر ببخشید که من آنهایی که سوال روان کردن آن را بخواندم عزیزان اینجا به من حتمی است که برایتان خبر دهم کانال های ما کانال راه نور در تلگرام در تیک توک هست در اینستاگرام هم هست که الان در چت گذاشتم می توانید به آن abone شوید و در آنجا هم از صحبت های ما بهره بگیرید سوال دیگر در مسئله زنها برای اجازه دادن به شوهرشان که در غریبی هستند زن ساله دوم گیرن صحبت میکرده درباره زن دوم و سوم که عزیزان یک مسئله خیلی مهم شده است برای اینکه بعضی ها با همین مسئله خانهشان ویران شده رفته ایستاده است بعضی ها حتی از دین خارج شده هم میتوانند چون هویت رو هیچ قبول ندارند الله نصیب کرده باشد باز صحبت میکنیم اگر طلا یافته باشم از پارک مسکو شب بود هیچ کس پرسجو نکرده من به خودم گیرم یا صرف کنم گناهکار میشوم گناهکار میشوم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در راه پول رو پیدا کرده پول اگر مقدارش البته زیاد باشد بعضی چیزای کمی هست که هیچ کس او را نمیکند یک سال او را در خود نگاه دارید اعلان نویسید حضور شرایط شما حق دارید به هر جای پارک اعلان نویسید که کسی که طلا گم کرد به همین رقم زنگ زند بعدا زنگ میزند یک بار از شما میپرسید که چی طلا گم کرد که صاحبش را شما همین گونه پیدا کرده میتوانید اما از آن خود کردن حق ندارید تا یک سال او امانت است و صاحبش را باید جستجو کنید آخرین سوال عزیزان یکمین بار آبازی داشتن کودک نوزاد را با گوشت و با تنگه در تقارا بازی میدانند آبازی میدارانند آیا درست است یکمین بار میشنوم خرافات دیگر مردم است یعنی با آبازی کنانیدن نه تنگه را بیشتر دارد با گوشت میگویند آب رو تماما بدبوی نمیسازد این چیز یعنی نفهمیدم لیکن این گونه آبازی کنانیدن کودک از روی شریعت یکان اصل اصولی ندارد کودک وقتی تولد شد در گوشش از آن گفتن نام خوب ماندن در 7 روزگیش پسرچه باشد ختنه کردن موی سرش رو گرفته چند گرم باشد نقره به قم بغل دادن پسرچه دخترچه رو موی سرش رو گرفتن حتمی نیست در 7 روزگی یک تا گوسفند کشته برای دخترچه برای پسرچه 2 گوسفند کشته با خیش و تبار خوردن اینها همش از احکام های کودک نوزاد است عقیقه هست یعنی اینها رو بکنید اما در آبازی کنانیدن باید این گونه باشد اینها یکان دلیلی ندارد بود عزیزان به قدر توان سوال جواب امروزه همراه شما الله نصیب کرده باشد صحت و سلامت باشیم هفته دیگر هم باز در خدمت شما هستیم از اینکه در کانال ها با ما هستید پیگیری میکنید باور میکنید و سوال خود را میفرستید و ما از یک شما سپاسگزار هستم الله نگهبانی یک شما و عزیزان شما اهل خانواده شما باشد و بگذار شما رو هم ما رو هم در صراط مستقیم همیشه پایدار بدارد و
تمام مردم مظلوم مسلمان جهان را پروردگار خودش یاورش باشد. باز در حق خواهر و برادران فلسطین دعا کردن را فراموش نکنید. امروزها از سخت‌ترین روزها را می‌گذرانند که ما که نیستیم، پروردگار بگذار در کنارشان باشد. همان گونه که پیامبر و اصحاب پیامبر را در جنگ احزاب و در جنگ بدر کمکشان کرد، پروردگار و اینها هم کمک رساند که عالم در حیرت بماند. عالم کفر در حیرت بماند. پروردگار با آن قدرتی که کسی صاحب آن قدرت نیست و این مردم مظلومت کمک کن که غیر از دعا از دست ما چیزی دیگری نآمده ایستاده است. شما را به الله یگانه می‌سپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.